بالاخره یاس آهنگ داد بعد از 1061 روز، اگر اشتباه حساب نکرده باشم. یاس آهنگ داد. دیشب آهنگش اومد ولی چون نور خوب نبود من نتونستم ضبط کنم. الانم تازه بیدار شدم از صورتم مشخصه. میخوایم بریم آهنگ یاس از نه آهنگ باغ از یاس، می‌خواستم بگم آهنگ یاس از باغ. بریم ریاکشن بریم با آهنگ باغ و فکر کنم میکس مسترینگش شرمین گادفر باشه که جدیدن خیلی داره فعالیت میکنه. این موزیک 4 تا فصل‌بندی داره از 1401 402 403 نه از 1400 بکنم. چطوری شد؟ یعنی 404 نیومده ولی یاس خونده دیگه. بدون هیچ معطلی بریم که داشته باشیم. خیلی ذوق دارم واسه آهنگش. چرا اینقدر بی‌کیفیت گذاشتیم روی HD؟ نمیدونم. تا خودکارو میذارم پای برگ، عقلم نخواسته برمیداره پار سنگین، جهنم فقط خشم میده آرامشم. صدای یاس بعد از خیلی سال بالاخره صدای یاس رو شنیدیم. خدایا شکرت، خدایا. خیلی کمبود بود، یعنی کمبود صدای یاس توی رپ فارسی حس میشد. تمام شب تماشای نمای شرق مثل اون بی منزلی که زل زد به بار کج، واسه تش اون بالا را نداده واسه تش، پای سر و میبارید نپیچه لای سقف، عاقبت بدن گرمش و با تبر کوبید رو خاک سر. مغرور از خلق برهوتی که روزی باغ سر. خود یاسه داره اینو میخونه. برهوتی که روزی باغ سر. منم با قدمای آهستم، رویاهام کابوس شدن اما با خطای واضح تر، به کام مرگ فرو میرم چون حتی نمونده نای ترک. شیدی پردارو به آتیش این روزا دیگه بر نمیگرده به عادی. میگه به کام مرگ فرو میرم چون حتی نمونده نای ترک، یعنی دیگه امیدی واسه ترک کردن نداری. متوجهیم؟ با خطای واضح تر به کام مرگ فرو میرم چون حتی نمونده نای ترک. شدی پردارو به آتیش این روزا دیگه بر نمیگرده به عادیش، اهمیتی نمی راست اصلا امکان نداره ایران برگرده به حالت عادیش. شما هر جور فکر کنید این اقتصاد دیگه بر نمیگرده به حالت عادیش. قیمت گوشت، قیمت ماشین، قیمت خونه امکان نداره دیگه برگرده به حالت عادیش. هر جور حساب کنید اصلا با عقلم جور در نمیاد. میدم تا دیگه به باقیش چه شاخیس حسرت اونی که چرا نیست. قاب و پیدی صافتابیدی به قاضی، تو نور بسوزیم یا با تاریکی بسازیم. البته معلوم نیم بدیشه یا خوبیش، این چراغو که روشن کنی همه گندارون میشه. از اون که رشوه داد تا اون که باج گرفت، پاهاش گره خورد به عمق فاجعه. رو با صفت قصه میشه خاطره، تو این محاکمه فقط محاکمه. جریان ستم با صفت قصه میشه خاطره، تو این محاکمه فقط محاکمه. تو این محاکمه فقط محاکمه. ترک سیاسیه. یاس توی ایران ترک سیاسی خونده. خدایا پشمام. جریان ستم ناتمام به تنجا تناب، درک ناتوان از این حجم ناجوان مردی. ستم ناتمام به تنجا تناب، درک ناتوان از این حجم ناجوان مردی. حال فناقل زیر چالکنا، اسیر چار کلام حرف از دین ماجرا بی صورت گیز. چقدر قشنگ چیده که ندارم. اسیر چار کلام حرف از دین ماجرا بی صورت گیسو کند حدود 20 قبل. پیچ و خم شیر و خط میونه دیو و دد.
میرسه یه صدای بیگانه تو نقاب، همه جا تاریکه، گوله گیجگاه تو شکاف که فردا پوکاش تو نور زیبای موزه هاست، وحشت دیروز لعنت. میگه فردا پوکاش تو نور زیبای موزه هاست. گلوله‌ای که گیجگاه تو شکافته، که گوله گیجگاه تو شکاف که فردا پوکاش تو نور زیبای موزه ها. فردا روزی پوکاشو میذارن تو نور زیبای موزه ها که این همون گلوله است. وحشت دیروز لعنتی بیداره تو صدا، باز مونده بیاب و تاب و توان داره، تلو تلو میخوره دور فانوسات تو خفا، قانونامون بیاد حین کابوسامون عیان، تابوتا رو زمینه تابوتا رو هوان تو پشمام یه دونه ورس یه دونه بیت داشت توی آهنگ بیم، میگفت میگفت یا فک و پلم کنید یا فک پلم کنید. این دقیقا یه چین همونه. بیاد حین کابوسامون عیان، تابوتا رو زمینه تابوتا رو هوان، تابوتا رو زمینه تابوتا رو هوان. بوت نظامی که پلیسا میپوشن، میگه تا بوتا رو زمینه اینا دارن قدم برمیدارن، تابوتا رو هوان ما هی کشته میدیم. تو دست مادر و سبد لاله های جوان، تو دست مادرها سبد لاله های جوان. تابوتا رو زمینه تابوتا رو هوان. بابا عقب بابا، صداش ببخشید صدا بدی داده مطمئنم. تا ابد میمونه جاموها رو زبان، تابوتا رو زمینه تابوتا رو هوان. دست یافتن رو اسب تاختن، کاخا رو سوزوندن تو دخم قصر ساختن، اما این به اینجاش دقت کنید خودتون. دست یافتن رو اسب تاختن، کاخا رو سوزوندن تو دخم قصر ساختن. کاخها رو سوزوندن تو دخم قصر ساختن. زمانی که انقلاب شد خیلی از کاخها خراب شدن، کاخهایی که شاه ساخته بود. حالا مثلا سعدآباد جزو اون معدوداشه که نگهش داشتن، ازش هم دارن پول در میارن. بعد میگه تو دخم قصر ساختن، یعنی از بیرون نگاه میکنی میگی چه خونه ساده ای، مثلا نمای کاهگلی یا نمای آجوری، خب اما داخلش قصره و این راست میگه و واقعا هم همینه. اما این دفعه پیچی میگردن، اللجه هم گلا رو قیچی میکردن، رسید به استخون کارد نقطه شد قارمون تا کاسه به خبر از حنجره، هم گلا رو قیچی میکردن، رسید به استخون کارد نقطه شد قارمون تا رسید به استخون کارد نقطه شد قارد. مگه میشه آخه؟ کاسه منتها کاسه به خبر از حنجره به حجره نون داد، هر سو به منفعت خودش مشت اون تا تو اون داد، یادمون بره کی واسه مشت اون داد، اون که گفت التماس دعا، میبینی اون طرف پیوست به انتقام جوا پی روزی و بابا آهنگش اونقدر سنگینه با یه بار گوش کردن نمیشه فهمید این آهنگو. داد هر سو به منفعت خودش مشت اون تا تو اون داد، یادمون بره کی واسه مشت اون داد، اون که گفت التماس دعا، میبینی اون طرف پیوست به انتقام جوا پی روزی ولو به قیمت یار اونی که گفت التماس دعا، میبینی یه روزی پیوست به انتقام جوها. و فکر کنم منظورش اینه که افرادی که الان خیلی چیزن، مذهبیان یا متعصبن یا همون طرف این دولتن و این چیزا، یه روزی بر میگردن سمت انتقام جوها، کسایی که دنبال یه زندگی بهترن. التماس دعا، میبینی اون طرف پیوست به انتقام جوا پی روزی ولو به قیمت یار سوزی، آدم لنگ مجبور اسیر چاپلوسی که فقط وعده میشنید قد درازای زبون، اشاعه فقر نقاب حسابای کلون، اماله ترس فشار نگاه های عمود. دمشکن و عجب زیرنویس فارسی هم زده، واقعا دمشکن. ما نگهش میداریم چون همینطوری در حالت عادی با زیرنویس نمیفهمم چی میگه. با شناخت اماله فقر نقاب حسابای کلون، اماله ترس فشار نگاه های عمود. اماله ترس، اماله فرو کردن یه چیزی داخل، یه چیز مایع داخل مقعد بهش میگن اماله. با شناخت ملت نیاز به شناسایی نبود، همون تفنگو هم نشناسی میشه چماق، این درد سر و بالاخره میشه تومار، این میکروفونا وصلن به میک سماق، صف شطرنج زندگی شد میز قمار، سینه و صف شطرنج زندگی شد میز قمار.
یاس چی کار داری میکنی پسر؟ تاقم یه پناهندم، از زمان کندم، آرزوامون تو گذشته ها رها کردم بدون حتی نیم نگاه به پشت سر. هر کی تونست بین این بگاهی حجر زد، به ما که میرسه یاس بگایی. نه پشما. یه بار دیگه گوش کنین، جدید بود واسم. حتی نیم نگاه به پشت. میگه آرزوهامو تو گذشته چیکار کردم؟ ول کردم. از زمان کندم، آرزوامون تو گذشته ها رها کردم. و واقعا هم همینه، یعنی تا یه سنی یه آرزوهایی داری و وقتی میدونی توی اون سن نمیرسی بهش واقعا ولش میکنی. یعنی بچه 8 ساله‌ای که آرزوش دوچرخه است و میبینه مثلا پدرش نمیتونه واسش بخره، کم کم دیگه ولش میکنه. اون دیگه تو 20 سالگی خودش کار کنه دوچرخه بخره واسش لذتی نداره. عقده اون دوچرخه است که میمونه تو سرش. کردم بدون حتی نیم نگاه به پشت سر. هر کی تونست بین این بگاهی حجر زد، به ما که میرسه میگه اگه ساکتی خائنی با اتحاد. بابا یاس فرض کن یاس بیاد بگه خایه. یاس گرمم شد. بذار من یه دسته پنجره رو باز کنم. من دیگه پشمام ریخته بچه‌ها. دیگه هیچی نمیتونه منو سورپرایزم کنه. یاس بیاد بگه خایه. پشمام من اگه داری. پنجره رو باز کردم، احتمالا صدای پرنده و این چیزا زیاد بیاد. هر کی تونست بین این بگاهی حجر زد، به ما که میرسه میگه اگه ساکتی خائنی با اتحاد مناسبتی به جای دائمی قایمی که با بنی بشری نشینی پای میز که با اگه ساکتی خاینی نکنه داره به سمت فدایی و این چیزا میگه ملتفت، چون اونا خیلی میگن یا ساکته یا حکومتیه یا خایه نداره. حتی فکر کنم یه بارم پوتک گفت که یاس استعدادی که جرأت زدن حرف نداری. یعنی زمان کندم، آرزوامون تو گذشته ها رها کردم بدون حتی نیم نگاه به پشت سر. هر کی تونست بین این بگاهی حجر زد، به ما که میرسه میگه اگه ساکتی خائنی با اتحاد مناسبتی به جای دائمی قایمی که با بنی بشری نشینی پای میز که بایی نداره ملت رو بذاره لای ریسک. چشام خیس با اون قسمت از رپرایی هن که میگن ملت بریزین بیرون، برین اعتراض کنید این چیزا و نمیدونن که خب این ملت که دارن میریزن بیرون، تو نشستی اونجا توی کشور دیگه داری تکیلاتو میخوری ولی این ملت قرار کشته بشن. نمیگم نریزین بیرون ولی بالاخره دارن کشته میشن، پس اینقدر تبلیغ نکن. فکر کنم منظورشونه که ساکتی خائنی با اتحاد مناسبتی به جای دائمی قایمی که با بنی بشری نشینی پای میز که ابایی نداره ملت رو بذاره لای ریسک. آره که ابایی نداره ملت رو بذاره لای ریسک. چشام خیس نمیدونی از دل صد پارم مینم آهنگ نیست، به سکوتم لحن دادم کسی پسر فرض کن من یه لحظه از این بگم بالا، من فهی داره قند خونم این نمیدونم حالم داره بد میشه. میگه این آهنگ نیست، به سکوتم لحن دادم. بابا باریکلا چقدر یاس خوبه. من اولین آهنگی که گوش کردم از رپ فارسی یاس بود. اون موقع با تک 9 تازه آهنگ داده بود فکر کنم. من 7 سالم بود. بابام واسم چیز میکرد، بلوتوث میکرد یاس. یه گوشی انقدی داشتم، بابام برام یاس بلوتوث میکرد. از اون موقع عاشق یاسم. نمیدونی از دل صد پارم مینم آهنگ نیست، به سکوتم لحن دادم کسی نمیده دیگه گل نامه ها رو جواب. با توما تو سراب میخوره، با توما تو سراب با توما تو سراب میخوره، با تومها تو سراب. عجب لاینیه این. با توما و با تومها که با توم میخوره تو سر. هم کسی نمیده دیگه گل نامه ها رو جواب. با توما تو سراب میخوره، با توما تو سراب. با صدای چکمه های باغبونای صیاد، تابوتا رو زمینه تابوتا رو هوان. این مال سال 401 بود، همون دورانی که اعتراضات بود این چیزا و قشنگ مربوط به اون موقع است.
مشخصه. تابوتا رو زمینه، تابوتا رو هوا، تا ابد میمونه جاموها رو زبان. تابوتا رو زمینه، تابوتا رو هوا. پنج ثانیه دیگه میریم توی 402. رفتیم 402. بیتسویی شد. مردم آبادی سر و داغ از افیون آگاهی، ولی دریغ از یه نقطه مشترک. چه فلویی. مردم آبادی سر و داغ از افیون آگاهی، ولی دریغ از یه نقطه مشترک بینمون سر مفهوم آزادی. حتی راست میگه. یعنی ما هیچ مفهوم آزادی نداریم. هر کی آزادی رو یه چیزی میبینه. مثلا یکی آزادش اینه که آره بره مثلا مست کنه آزادانه، یکی آزادش اینه که بره چه بدونم راحت بگرده، یکی آزادش اینه که چه بدونم. هر کی یه تصوری از آزادی داره، هر کسی یه تصور، و ما متحد نیستیم. آزادی خیلی اینه که آقا آزاد باشن، خرید کنن، اقتصادشون خوب باشه. ببین چی میگه. افیون آگاهی، ولی دریغ از یه نقطه مشترک بینمون سر مفهوم آزادی. حتی اتحاد امروز سر گره خوردن نخ بادک آزاد با چپاول. این سالها خزان بانگ از آن سر میده پایگاه چپا. وردشون آیات، طلبات ملکشون آباد، جاده و پل بینشون آزاد. واسه ما مهرشون آبان، شاهد باش رو دیوارا رد گلوله. جیب خالی ما خرج قشون، غنچه کشون، قنات خالی واسه یه دستای صد قانوته. تو چند جانونه یه ننگ دونونه، دلم پر میکشه تنگ غروره. وای هر جور بگم افته که تاریخ ما به ستم قفله. میپیچن واسه ملت نسخه پامو باز کنی که زر رو بدن خورده. تو هم همه ای که حتی خیرت جرم من به معنی سکوتم دلم قرصه. خیلی حرفاش حقه، خیلی موهای تنم سیخ سیخ شده بچه ها. میگه تاریخ ما یه جانونه یه ننگ دونونه، دلم پر میکشه تنگ غروره. دلم پر میکشه تنگ غروره. واقعا هم همینه. ما یه زمان ابهت داشتیم. فرض کن شاه میرفت قیمت نفت رو تعیین میکرد، قیمت نفت رو تعیین میکرد، چقدر خفن بود. بعد الان عین ریالمون که پایین ترین پول ملی دنیاست، ارزشش خیلی پایینه. آخه اون کفاییم دیگه، تاییم. نمیدونم از ما بدبخت دارم هست یا نه. و وضعیت های دیگه هم نفتمون هم که 1/10 قیمت میفروشیم. هر جور بگم افته که تاریخ ما، و تاریخ ما به ستم قفله. واقعا هم همینه. یعنی ما تو تاریخمون همیشه بوده ستم میشده به ملت. به ستم قفله. میپیچن واسه ملت نسخه کامو باز کنی که زر رو بدن خورده. تو هم همه ای که حتی خیرت جرم من به معنی سکوتم دلم قرصه. این خون تازه جوهر پیش گفتار قصه است و فریب بعداشو نخوری که داره هر دفعه همدن پایین میبره ضریب خطاشو. دلیل بقاشو مساوی باخته همه به جا این خون تازه جوهر پیش گفتار قصه است و فریب بعداشو نخوری که داره هر دفعه همدن پایین میبره ضریب خطاشو. میگه این خون تازه جوهر پیشگفتار قصه است، تو فریب اداشو نخوری. دست و فریب اداشو نخوری که داره هر دفعه عمدن پایین میبری ضریب خطاشو. پشمام. داره هر دفعه همدن پایین میبره ضریب خطاشو. دلیل بقاشو مساوی باخته همه به جا اینکه به سر سبز این ملت صبور تاج بزنه. از پاشون خار بکنه، ساج به تنت میکنه پاشنه درت. انگار غرق لذت از ذوق آتیش و خاکستره. بذار من میدونم که متوجه میشین چی میگه، ولی یک لحظه اگر متوجه نشید من میخوام اینو بگم بهتون. میگه خطاشون دلیل بقاشون مساوی باخته هم، دلیل بقاشون مساوی باخت هم است. به جای اینکه بیاد از تن شما خار بکنه یا رو سر سبز شما تاج بذاره، الان به جای اینکه به سر
به جای اینکه به سر سبز این ملت صبور تاج سبز بزنه، این ملت صبور تاج بزنه، از پاشون خار بکنه، ساچ به تنت. ساچمه تنت، یعنی ساچمه فرو میکنه تو تنت. و واقعا هم همینه. یعنی ملت ایران خیلی تو سختی دوام آوردن، خیلی. فرض کن دلار یهو از 3000 تومان شد 16000 تومان. الان که هیچی، 92500 همین الانه که من نیم ساعت پیش دیدم. میگه به جای اینکه رو سر سبز صبور این ملت تاج بزنه، تو تنش ساچمه فرو میکنه. واقعا هم همینه. میکنه پاشنه درت، انگار غرق لذت از ذوق آتیش و خاکستره. تو خواب یه زنه که صداش به گوش من میاد، یکی گفت بمون به جنگ قیام، یکی گفت به زور بکن بیا. اون بیرون صف جلو ارباب دلاراست، آرمان سر همون دلاراست که ما این بر درگیر. واو، اون بیرون صف میگه اون بیرون صف جلو ارباب دلاراست، جلو ارباب دلاراست. آرمان سر همون دلار هاست. دلاراست، دلاراست. از روش نمیتونم بخونم. یا چی کار داری میکنی؟ در همون دلاراست که ما این ور درگیر حجوم صفریم، تحریم و سرود نفرین. حالا ما عدد کدوم فکریم؟ اون فکری که نمیشناسیم. جلو عوض میشه جز توش هزار برچسب، پرسش گل پوچ کدوم پرچم. یه جنبش شلگودتر از اشک زن و قررش پرشورش. پشما اون روزه که جا گوله میباره کل بوسه. زنگین سر از این ننگین زهر، از جو حاکم و تمدید صبر، از حق ساکت و تبلیغ زرد، مغز فاسد تدوینگر، از حرف شاهد. بابا یاس چی کار داری میکنی؟ که جا گوله میباره کل بوسه. زنگین سر چقدر یه فلوش عوض میشه، صداش هم عوض میشه، یه ترس خاصی میاد تو وجودت. توش هزار برچسب، پرسش گل پوچ کدوم پرچم. یه جنبش شلگودتر از اشک زن و قررش پرشورش، که خود سوز میلاد اون روزه که جا گوله میباره کل بوسه. زنگین سر از این ننگین زهر، از جو حاکم و تمدید صبر، از حق ساکت و تبلیغ زرد، مغز فاسد تدوینگر، از حرف. تبلیغ زرد یعنی تبلیغ پوچ، تبلیغی که حتی میگن تیتر زرد، یعنی تیتری که کذبه، همینطور میزنن که فقط ویو بگیره. که متمدید صبر، از حق ساکت و تبلیغ زرد، مغز فاسد تدوینگر، از حرف شاهد اصلی که مفبر شد به منافع کثیف. اون صفحش رو به خون ما تزیین کرد تا دلش ترکید زنجیر زد از بیون جمعیت. همه چار ستون ها لرزیدن، اما حتی انگیزه هامون غم انگیزن. حتی انگیزه هامون غم انگیزن، حتی انگیزه هامون غم انگیزن. یاس چطور میتونی اینقدر متفاوت باشی؟ یهو صدا رو ببین، این سبک یاس من اصلا ندیده بودم تا حالا. ما حتی انگیزه هامون غم انگیزن، تنشو کوبید رو خاک سر، برهود که روزی باغ سبز بود. دارم به کامل مرگ میرم، نمونده دیگه نایتر. به مصلحت خود به دختر بی حجاب گفت. چه ویدیوی خفنی هم ساختن. به مصلحت خود به دختر بی حجاب گفت، مهم اینه دلت پاکه، مهم حفظ خاکه، مهم. متوجه میشین کیو میگه دیگه. به مصلحت خود به دختر بی حجاب گفت، مهم اینه دلت پاکه، مهم حفظ خاکه، مهم به هم رسوندن نقاط اشتراک. گفتن حسار پختن وعده دیار انسان خوشبخت، باز میان حسار قدرت ما شدیم پیاده نظام دشمن. میگه اون از اوایلش میگه با به مصلحت، از اینجا شروع کنیم. میگه به مصلحت خودش، اون اوایل که تازه انقلاب شده بود، میگه به دخترای بی حجاب میگفتن که مهم اینه دلت پاکه، اصلا حجاب مهم نیست، مهم اینه دلت پاکه، مهم حفظ این خاکه. خب بعد میاد جلوتر، گوش کنیم تا بیاد جلوتر. خود به دختر بی حجاب گفت، مهم اینه دلت پاکه، مهم حفظ خاکه، مهم به هم رسوندن نقاط اشتراکه. یعنی اون موقع اصلا بحث حجاب نبود، یعنی همه فکر می‌کردن قرار آزادی باشه. مهم به هم رسوندن نقاط اشتراکه. بعد که الان اومده جلوتر، ما شدیم پیاده نظام دشمن. یعنی هر چی میشه میگن، یعنی هر اعتراضی میشه میگن که
آره اینا همش زیر سر غرب، اینا همش برنامه‌ریزی شده توسط اسرائیل. بابا من ریدم تو سر تا پای اسرائیل. آقا جان من اصلا قدمت چی رو بگم اصلا با اسرائیل همخونی داشته باشه. بابا بزرگ من 92 سالشه، قدمت بابا بزرگ من از اسرائیل بیشتره. آقا من اصلا ریدم تو اسرائیل. بچسبین درد ملتو. نقاط اشتراک گفتن حسار پختن وعده دیار انسان خوشبخت، باز میان حسار قدرت ما شدیم پیاده نظام دشمن. فشار دشمن رو منه با چختندش، به شما که رسید بد نگذشت. اون خون که میکنه از رگ نشت فرزندیه که دیگه بر نگشت. راست میگه، فشار دشمن رو منه با چرخدندش، یعنی دیگه تا ته فرو کرده. تغییر میشه ما حس میکنیم، جنگ میشه ما حس میکنیم. نمیدونم مثلا کجا دیدین یه توی ایران مثلا جنگ بشه ملت کشته نشن؟ بابا من ملت من قرار دردش رو حس کنم دیگه. پس چی میگی ما شدیم پیاده نظام دشمن؟ که رسید بد نگذشت. اون خون که میکنه از رگ نشت فرزندیه که دیگه بر نگشت. تکرار شد تکراری نه، منو به حال خود بسپارینم. اسما میرن تو مسیر ریل میندازن، عشقا برات سیل میسازن. این نسخه ها بیدوامن صرفه ها بیامان. این نسخه ها بیدوامن یعنی من بیدوام، من دیگه دوایی ندارم. و این نسخه هایی که دکتر من میده بیدوامن، دیگه دوامی ندارن، دیگه این از درمان گذشته. تکرار شد تکراری نه، منو به حال خود بسپارینم. اسما میرن تو مسیر ریل میندازن، عشقا برات سیل میسازن. این نسخه اسما میرن تو مسیر ریل میندازن. چقدر قشنگ گفت. یعنی هر یه توی این مسیر هر یه کشته‌ای که میدیم یه ریلی میشه که ما مسیر ادامه بدیم. وای چقدر قشنگ گفت اینو، چقدر دوست داشتم. بیدوامن صرفه ها بیامانن. حتی در رفت سوار ماسکم شاید صرفه صدا رو باز کرد. لگد مال نیمه جان زیر پاشون به تقلا به نجات میگه آشوب. میره با چوب خون سر زیر پا جوب سر صرفه ها بیامان. دوست دارم این قسمتش رو 10 بار گوش کنم. حتی در رفت من اینطور فلار دوست دارم که قافیاش خیلی نزدیک همه. سوار ماسکم شاید صرفه صدا رو باز کرد. لگد مال نیمه جان زیر پاشون به تقلا به نجات میگه آشوب. میره پا چوب خون سر زیر پا جوب سراسیمه واژگون سر بی نقاب شد. نمادین عناوین نمادین لاف روشن فکری برا چینه. پرواز لاف روشن فکری برای چینه میفهمین؟ کشور چین شد. نمادین عناوین نمادین لاف روشن فکری برا چینه. پرواز پراچیده. اینا روحمو عمیقا خراش میده. بازی گرگو میشه لطفی که واسه قوم و خیشه. تو خالی نمیتونی پر کنیش، کرکریش از جو کرکریشه. دیگه فردام به درک بذار لااقل حرفامو بزنم. خاکشو خوردم تعصب کش. میگه دیگه فردام به درک بذار لااقل حرفامو بزنم. راستم میگه تو ایران داره زندگی میکنه و این حرفا رو میزنه. میگه دیگه با فردای من به درک، فردا میخوام بگیرنم برم تو گونی، مهم نیست بذار حداقل حرفامو بزنم. دیگه فردام به درک بذار لااقل حرفامو بزنم. خاکشو خوردم تعصب کشیدم، کجا باز تعصب بشینم ها؟ من که بی پایانم، این که آیا میرسم ما یا نواسم مهم نیست. من آزادم از جایی بخونم که وایستادم. یه راستگوی مزاحم سر به هزار چاپلوس نخاله قطره. سر به هزار چاپلوس مزاحم. اشکان بارون سوال مقاومت اولین قانون ثبات. حسرت من نوشته ی رها، این خون است نه جبهه جهاد. تنفر دارم از تماشا دادن ملت و غم این چهره به جهان. تو چشات بست از واکن بنگر به این پیکره بیدر و پیکر به این غفلت از صحبت ملت. اون دقت تو بردن پیگرد سر این خبرها همه ندامیده یکی از نفرها کمه. بار سنگین کمرها خمه، این آدم نیست برا دمه. ایران شده همه جا مزه خبر، غافل از بطن لحظه خطر. وعده جهنم غل و زنجیر زد تا دلش ترکید زنجیر زد. چه صدای وحشتناکیو. من اصلا حواسم به کورس نبود، من به اون صدای زیر که یاس داره فریاد میزنه دقت میکردم. در وعده جهنم غل و زنجیر زد تا دلش ترکید زنجیر زد. تشنه این لوت، قوم لوت که
حالا به گفته خودشون خدا بهشون گفته که یا همجنسگرایی کلا تموم میکنید یا من نسل شما رو منقرض میکنم، که بعدش آب به روشون بس یا کلا تشنشون گذاشت اونو منقرض شدن چون همجنسگرا بودن و چیز بودن دیگه. همون لوات مزروعین اومده. عشق مثل بود، جاری مثل بود، سرد مثل صرف، لخت مثل مون، خشم معتبر، نامردا دستشون تبر، نامردا دستشون تبر. ماشاءالله به این مجموعه آهنگ، ماشاءالله یاز. رفتیم تو 403 سالی که الان توشیم. اوه درختایی که تو ویدیو قبلیه بود الان دیگه هیچ کدومشون نیست. ای وای بر من، خشکی گرفته همه جا رو. پرنده ها دونه دونه دارن میمیرن. اینو با دل بیقرار نوشتم واسم مهم نی دیگه حاصلش چی درات. میخوام محشم تو افق لب ساحل بیکران، یاسر خودم باشم و سایر دیگران. یاسر خودم باشم و سایر دیگران. دلم میخواد این بیتو ببوسم. خنده بر روی لب ساحل بیکران، یاسر خودم باشم و سایر دیگران. چه خنده بر روی چه خم به ابروی، پا بده ظالمی یا برعکس نه به صرف مظلوم. یه سری لودن سری شدن به لحن دستوری، یه سری کودن مثل کودن زیر درخت مصنوعی. این یه سری لودن که سری شدن به لحن دستوری، لودن سری شدن به لحن دستوری، یه سری یعنی دیگه سر شدن اونقدر لحن دستوری شنیدن. یه سری کودن مثل کودن زیر درخت مصنوعی. پشمام کودن مثل کودن زیر درخت مصنوعی. این ترازوها میزونن با ابروت، تو کتت نره فرو میکنن تو پهلوت. زیر سقف گردون از ترسم جرأت، تو کتت نره فرو میکنن تو پهلوت. تو کتت نره منظورش واقعا کت نیست، منظورش اینه که اگر قبول نکنی خب فرو میکنن تو پهلوت. تو کتت نره فرو میکنن تو پهلوت. زیر سقف گردون از ترسم جرأتو بدوش، عبور کن جامو بگیر جرأتو بنوش. من یه رخ جنگجو که روحش کم. پنجره رو باز گذاشتم یه چی اومد داخل اتاق، نمیدونم چی بود. قرار نیش بزنه. بدوش عبور کن جامو بگیر جرأتو بنوش. من یه رخ قبلش گفت از ترسم جرأتو بدوش، عبور کن جامو بگیر. یه لحظه دوباره گوش کنیم. از ترسم جرأتو بدوش، عبور کن جامو بگیر جرأتو بنوش. من یه رخ جنگجو که روحش کم جونه، همچون میله مذابی که خودش خم شد. عدل و داد به لحن چکش به شرط سرکوب. حتی اینا میخوام به جا کلا بذارم کپ مرگو، رد کینه پی فتح جانشین. تو خودش هم کلا کپ میذاره آخه همیشه. حتی اینا میخوام به جا کلا بذارم کپ مرگو، میگم بگیر به کپ. کپ این کلا کپه و کپ مرگ. اینا میخوام به جا کلا بذارم کپ مرگو، رد کینه پی فتح جانشین. تو راه اتحاد واسه هم فتح پا کشیدن. تلنگر برام از توهم درام که منفعل و فعال اینجا فقط تفاعلگران. اگه خبر چقدر سنگین که منفعل و فعال اینجا فقط تفاعل تلنگر برام از توهم درام که منفعل و فعال اینجا فقط تفاعلگران. اگه خبر دامه داره چون کشش دید، حرف مفزم بهونه دست منکرش میده. واسه چقدر مهمه که این خاک تو آشوبه. اینا دلاشون در حد کمد تو آشونه. این ناتو کارشون فقط بذر نفرت کاشتنه. واسه کیف ملت کیفر خواستن. تنها راز بقاشون مربوطه بدن بازدمت. مهمتر به دست آوردن نگه داشتنه. ابر سوختن نگاه به صحرا دور. چقدر قشنگ گفت. مهمتر از به دست آوردن نگه داشتنه. خیلی خوب گفت. سوختم نه حال قد کشیدن و قد کردن به خاطر شکفتن.
اون که رویاهاشو گم کرد. عاشق صداشم. راههای ممتد این جاده ها بی بازگشتن تا دم دیواره های غربت. باد خشک سرد ماه پشت ابر به باغ مشرفم. چقدر قشنگ شد یه سر این حالا دشتی که داره نشون میده. قبلش نگاه کن چطوریه. باد خشک سرد ماه پشت ابر به باغ مشرفم. دستا به جیب تو این روند فرسایشی که قراره فقط یک رونده در سایشی ما ابزارشی. چقدر باغبون بد چه ترسناک نمیشه حرف عاشقونه زد. یه محوته که عجیب باغبون بد. باغو فکر کنم این کشور که آهنگم اسمش باغه دیگه، چند بارم از اسم باغبون استفاده کرد. باغ منظورش این کشور فکر کنم که میگه باغبون بد حتی نمیشه. باغبون بد چه ترسناک نمیشه حرف عاشقونه. چه ترسناک نمیشه حرف عاشقونه زد. تو کشوری که تو خیابونش هم حتی نمیتونی به کسی که عاشقشی حرف عاشقونه بزنی. عشق مرده رسما. زد یه محوته که عجیب ترین کار ابراز محبت به یه محوته که عجیب ترین کار ابراز محبته. واقعا هم همینه. یعنی این کشور یه محوته‌ایه که توش محبت کنی عجیبه. یعنی طرف میگه یعنی میخواد درم به مال محبت کرده بهم، یا مثلا اصلا عاشق یکی هستی میخوای بهش محبت کنی همه بهت نگاه میکنن و واقعا هم همینه. اصلا عجیب شده دیگه. مجرد خشونت همه چی مرتب مجسم تنها با همه قهر آغوش. بهانه کافیه تا یه قطره بارون شه. بذر تا خوشه عزم تا کوشش. مغز باهوش نیست فقط قلب خاموشه. میباره تگرگ رو سرمون جا تبر رو تن چوب. کسی گل نمیکاره نبینه لگد شدنشو. به حسرت دوختنمون از آتش سوخت لبمون. یه مسافر مجبور مثل قفس تو چمدون. بهارتون تو خزانه ما بهارمون تو خزانه. بی احساس مون کلید زندان گم رو پلکام خون. دوباره قصه تکرار شد. بسیار خوب اصرار کن. گفتی سطحی بود اخفال شد. تو دیگه عمق ما رو به خودمون بسپار. اگه الان رو سطح آب دم چقدر قشنگ. پلکام خون دوباره قصه تکرار شد. بسیار خوب اصرار کن. گفتی سطحی بود اخفال شد. تو دیگه میگه رو پلکام خون زخم رو پیشونش باز شده. بعد یعنی یه زخمی رو بهش وارد کردن و میگه شما گفتین که سطحی بود اخفال شد. اخفال یعنی بزرگ کردن یه چیزی. بعد یاس میگه که تو دیگه عمق ما رو به خودمون بسپار. تو چیکار داریم؟ مهم اینه که زخم شدیم. عمق ما رو به خودمون بسپار. اگه الان رو سطح آب دنبال جلیق نجاته چون خونه امید شماغ گرداب مون. تنور فتنه داغ ما بین اتفاق. این چند تا بیت به عنوان پینوشت باغ. دیره یا این چند تا بیت به عنوان پینوشت باغ. نمیدونم مونده که هنوز بود. این درکم از جو حاکمه. یه بهت زده جوابش یه لب ساکته. ابرو سوختم نگاه به صحرا دوختم تا صبح تو پلیلیستمه. چقدر خوشم میاد یا صداش اینطوری میشه. قد کشیدم قد کردن به خاطر شکفتم. اون که رویاهاشو گم. نه حال قد کشیده رو قطع کردن به خاطر شکفتن که تو چرا شکفتی. مثل اون پرواز به اوکراین میمونه که سپاه زدش. چقدر دردناک بود. تو بیراه های ممتد این جاده ها بی بازگشتن تا دم دیواره های غربت. ابرا می سوختن تمام شب پرنده ها. الان تو 404 ابرا می سوختن بیت حذف شده و یاس داره میخونه. تمام شب پرنده ها یه شعله ور دارن از اون بالا میفتن. وای اگه به سوخت دادن بود من و تو حتی دیگه نیست باکمون. زیر هم اگه به سوخت دادن بود من و تو دیگه حتی نیست باکمون. سوخت باک بنزین منظورشه و باکمون یعنی دیگه برامون مهم نیست. تخممون هم نیست. این آسمون وقتی هرکی به سوی میگریخت تو اونی که منتظرم ایستاده بود. منتظرم ایستاده شب کور دوبارم این ور بوم. ازا زمین چمدون کنارم این همه دور. خونه منطقه ممنوع
خود منظر مفهوم کل دفتر من سوخت، همه ناقل خبر من سوخت. اینا پاچیدمون تو بغلم باقی بمون. اینا پاچیدمون از پاچیدمون. پاچیدن چطور بگم، اینا از ما از هم جدامون کردن خب، و از پاچیدمون یعنی یه درخت که از ریشه میزنیش قطع میکنیش. ناقل خبر من سوخت، اینا پاچیدمون تو بغلم باقی بمون. میتابی تو عمق شب تار، اونچه تو بخت غم باغ. گرد درون من تن داغت، گوش زبون من کر و لال. روح سبکتر پر کاه، روی منو لب یار. دو آتیش من کر و لال. روح سبکتر پر کاه، روی منو لب از لب یار. ماشاءالله یاس. لب یار دو آتیش این قبلنا، قالیچه بین چمنا، خالی شقر کمرا. نبازی چه سری خبرا، چه تقلایی. وای یادش بخیر بچگیامون. یعنی حتی عید نزدیکه ولی این عید مثل عیدای قبل نیست. حتی عید قبلم مثل عیدای قبل نبود. بچگیامون چقدر عیدا سرسبز بودن، بوی عید میاد. الان بوی بد میاد خب. و چقدر قشنگ. من حتی من میگم چقدر این ویدیو الان بهم حس خوب میده. من حتی تو بچگی وقتی میرفتیم 13 به در بیرون یا مثلا یه جا پیکنیک میرفتیم دراز میکشیدم، دقیقا همچین آسمونی جلو چشمام بود، همچین درختی، همچین آسمونی. و چقدر قشنگ الان داره اونو تصویر سازی میکنه و چقدر یهو من دلم رفت واسه اون موقع. بچگیمون دیگه بر نمیگرده. روی منو لب یار دو آتیش این قبلنا، قالیچه بین چمنا، خالی شقر کمرا. نبازی چه سیل خبرا، چه تقلایی لا تقلا. جدولا زیر جدلا با تبرایی که اتلان. آشیون کلاغا رو دکلان، همه امیدمی تو هوام دم تو میدمید. پی بهانه بر رویدنی، فدای لب بوسیدنیت. با کیه؟ یاس عاشق شده؟ با کی داری صحبت میکنم؟ دم تو میدمید، پی بهانه بر رویدنی، فدای لب بوسیدنیت. نوای قلب تو سینمی، تو قامتی که اسیر. سرمو به دامنت بپذیر، نجابتت که اسیر. لطافت یه نسیمی که میپذید، جاری ریتم. بیام پیاله بادی شین، ببین نسمین زاویه دید میشه از الان تا ابد قافیه چید. تو این پیچ تند گیج گم که اگه یاس باشی بله میشه از الان تا ابد قافیه چید. نسمین زاویه دید میشه از الان تا ابد قافیه چید. تو این پیچ تند گیج گم کسی چه میدونه که چی میشه. حکمی بارید خون تاریخمون، تو بغل من باقی بمون. دیگه پولا ریختن میوارید خون از تاریخمون ولی تو بغل من جاری بمون. چقدر قشنگ داره میگه. یعنی دلم خواست یاس عاشقم باشه. میده واهی عذابو میکنه طولانی تر. سکان لق افتاده توی طوفان سخت. میذارم استخون لای زخم، محو تماشای موهای لختت. تو این حصار تنگ به بار سنگ، هر طوری بشه کنارتم. یکیه هنو دیوار تکیه، لای سنگ و دلیه. یه لحظه اونجا فلو یا صدا یا تغییر کرد، ویدیو هم تغییر کرد. یه موشک انگار دادن وسط ویدیو، بعد الان دوباره ملایم شد. ببینید کلا انگار جنگ شد. تو این حصار تنگ به بار سنگ، هر طوری بشه کنارتم. یکیه هنو دیوار تکیه، لای سنگ و دلیه. اما نمیده بیگانه ملیت. صدا عربده از دور، نوک اسلحه دستور. رای تبرع محکوم جاری علبت هزیون. چراغا رو شکوندن و خاموشی زدن بدون واکنش و نظر. شدیم فقط تابوت کش خبر. اینا خیلی رو خبر مانور میده، خبر بعد یا نمیدونم سیل خبر. الانم میگه شدیم فقط تابوت کش خبر. خاموشی زدن بدون واکنش و نظر. شدیم فقط تابوت کش خبر. اینا میخوان نابود بشه بشر. تو دیگه برو ما گوشتو نبند. منو با بوسات بخواه، تو دلم محفوظ جایگات. بی تو کابوس راه خواب، رونو که نازک شاخه ها. تو هجوم آفت سر و بدتر گلوله داغن. داده تکیه تو هجوم آفت سرا بدتر از گلوله داغن. میگن کلم داغ کرده. گلوله هم بچه دماش میگه بالا دیگه، میتره که شلیک میشه. به ستون لاغر تا بستن دکون آخر. جواب گندید تو لپ داور، روان درگیر دروغ و باور. من که با این چپق چاقم، خیره به افق باغم. نه که عقب کشیدم
یاس تو که اصلا اعتیاد نه، تو دود چپق چاق نکنه پیپ میکشی. من که با این نه بچه فکر نکنم، ولی صداش میاد اون پشت یه کامی گرفت. چپق چاقم خیره به افق باغم، نه که عقب کشیدن ولی نقشه رو عقب کشیدن. بذار نه که عقب کشیدم ولی نقشه رو از قبل کشیدم. اون بغلت بشینم تا اینجا خون اومدم رسیدم، میون وضعیتی که از یتیم تا ننه بابا دارم از یتیم، باقی راه تو عزیمتیم، قافیه ها چی گفت؟ کشیدن. بذار اون بغلت بشینم تا اینجا خون اومدم رسیدم، میون وضعیتی که از یتیم تا ننه بابا دارم از یتیم، باقی راه تو عزیمتیم، قافیه ها جدیه. از یتیم تا ننه بابا دار از یتیم، یعنی هیچ فرق نمیکنه ننه بابا داشته باشه یا یتیم باشه، همه داریم اذیت میشیم. اوه قافیه ها جدیه نه زینتی. از یتیم تا ننه بابا دارم از یتیم، باقی راه تو عزیمتیم، قافیه ها جدیه نه زینتی. وارث این خونه داره جلو آینه میخونه، حادثه که خبری نداره، خبره که حادثه میکنه. حادثه که خبری نداره، خبره که حادثه میکنه. چرا انقدر خبر داره تاکید میکنه؟ میگه خبره که حادثه میکنه و واقعا هم همینه. یه خبر میشنوی تازه، حتی جریان 1403 میگم 401 اینطور شد که یه خبری اومد که خانم مهسا امینی به طرز فجیعی کتک خورده و اون خبر بود که حادثه کرد و یهو همه اعتراض کردن. جلو آینه میخونه، حادثه که خبری نداره، خبره که حادثه میکنه. چرخی که این چرخه رو میشناسه دیگه داره آهسته میرونه، حالا یه ناکسه بی بوته داره واسه جایزه میدوه. لب هرس همو غمش طرف است، مملکت خود مرکز، دلم خونه چشمم پنجره است، جنگ منفعت تو معرفت. دلم خونه چقدر قشنگ گفت. دلم خونه، خونی که تو رگ جاریه میگن دلم خونه. بعد میگه دلم خونه چشمان پنجره است. از پنجره بیرون نگاه میکنی دیگه. میگه دل من یه خونه است، خونه که توش زندگی میکنیم، چشمان پنجره است. صدا یا کریم میاد از بیرون. است مملکت خود مرکز، دلم خونه چشمم پنجره است، جنگ منفعت تو معرفت، گفته گود خورد به کوه، جای چکش حفرمون، حالا اونا با پدکشون دارم میان طرف جفتمون. یعنی آخرین ریسمانمون اگه به سوخت دادن بود، من تو حتی دیگه نیست با کمون. چقدر قشنگ. بگو خدا تموم نشو. چه ویدیوییه. باغ لیبل فریاس. یاس. خب بچه ها اینم از آهنگ باغ از یاس و باید قبول کنیم که این آهنگ یه مجموعه 17 دقیقه‌ای از بیشتر آلبوم‌ها و آهنگای امسال قوی تر بود. به جرئت میتونم بگم که این آهنگ معجزه بود، خیلی خوب بود. من که باش عشق کردم 10 از 10. مگه میشه اصلا به یاس نمره دیگه ای داد؟ و به نظرم این سکوتی که کرده بود توی این چند سال قشنگ جبران شد. یاس همیشه همینه، 2 سال 3 سال 4 سال میره بعد میاد یه آهنگ میده همه میگن اوه دیگه جبران شد. اون چند سالی که نبود قشنگ این 4 تا فصلی که تو این آهنگ بود هر فصلش قشنگ یه سال میره. آقا یاس شما بگو 4 سال دیگه بیا. نه بیشوخی خیلی قشنگ بود آهنگ، من که پسندیدم. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. این آهنگ قطعا میره تو پلی لیستم، شما هم برید باش عشق کنید. از پلتفرم خود یاس گوش بدین، لینکشو میذارم توی دیسکریپشن. چاکرتونم، خدا نگهدار.